هر با غیرت که اگر با امارت دشمنی دارین، با ما دشمنی دارین، مرد واره استاد شوین، مرد واره استاد شوین و بگوین که مشکل ما با خودت جمیل اینی است. شرمتان نمیه که شما تفنگتان در سر شانه لامیا دختره خواره که ما میمونین و به طرف ما فیر میکنین تا که مرا یا امارت یا ای وطن یا مسلمانا را یا حجاب، شما چون ضد حجاب هستین شما میخواین که از یک طفل معصوم پاک استفاده سو کنین. از خداوند بشرمین، از فامیلایتان بشرمین، یک ذره حیا کنین. مگم شما در خانه خواهر ندارین؟ مگم شما تربیت زیر دست یک مادر نبودین؟ امو چی رقم مادر بوده؟ امو مادر برای شما میگه یاد داده که از یک تفلک استفاده کنین به خاطر امو لایکتان، بیننده تان یا پیسه تان یا هر چیزی که شما فکر میکنین بگیرین از یک طفل معصومی که امروز گریه میکنه. اما پیام ما برای دشمنا چی است؟ اینی بسیار مهم است که از این راه که با حجاب ساختن یک خوارکم باشه شما را خمانده که